اینجا بین تو رو ولت کنن تو نیویورک، واقعا بعد 2 هفته میتونی یه اکیپ پیدا کنی. آقا هر کی نتونست بره آمریکا اومده کانادا. چون تو جوکی تو آمریکا هستش اینه که تو مثلا یه جات بشکنه دیگه بهتره اعلام ورشکستگی بکنی. آره انگار خودش یه کره زمین جداست. این چیزی که من تازگی‌ها دارم بهش میرسم. اونی که داره گوش میکنه میگه آقا نامردی تو بیزنس اونر چرا تکس بدی؟ من بیزنس امپلوی با تکس بدم. دنیا نامردیه. هیچ کسی قرار دنیا فره. دکمه های رکوردینگ روی اونه. من فکر می‌کنم اینجام سیاهه. هی میرم اینور هی میگم خب چرا این سیاهه نمیره؟ من کسی نمیبینم خودم، موبایل جلومه. من آینه گذاشتم که ببینم. تو خودتو میبینی؟ آره خیلی خوب میبینم. دفعه انگار اصلا روش اینوره. اینورم آینه بذار برای ما. اینور اونو داری. نمیبینم. ما کلامو بیرون بالا بذار برید پایینتر اون. برای تصویرا گذاشتی فهمیدم. آره. ایول چقدر باحال. عاشق ایده هاتم. یعنی فقط مغز تو این چیزا رو بهش میرسه. حالا بگو این چرا درست شده؟ من وقتی اول گفتم بدونم هم چیزی هست. بعد گفتم آخه کی میخره؟ بگو واسه کجاست؟ آفیس. کیوبیکل هستن کوچولو که رئیس داره میاد میذاری اینجا که پشتت ببینی که تو توهم نباشه هی کی پشتت هست. عجب. به کسی دیگه میم دیدم اون روزی خیلی قدیمی اصلا عکس مال مثلا 30 سال پیش یه پسره یه دونه قاشق گذاشته بود اینجای مانیتورش دقیقاً به خاطر مؤدب بودنش یه حالت ریفلکتیو آینه طوری داشت که اگه وقتی داشت میزد نه بابا چیکی میومد تو میدید سری او با قاشق آینه رو یعنی قاشق جای آینه نقش آینه آقا اینو گفتی دیگه پشمات بریزه. من یه اتاق داشتم اصلا شروع کردیم یا نه دیگه شروع شده دیگه فردا اوکی یه سلام بکن فقط دیگه بچه خودشون میدونن سلام توش یه اتاق من داشتم تو این اتاق دیگه منو به قول معروف عروسی منو دست راستم تو اون اتاق بود دیگه تو سن مثلا 17 تا 22 هر روز اونجا فیلم و فلان از ایران اومده بودم دستم رسیده بود. اول اینو واسط بگم خیلی بخندی اومدم اینجا خب می‌دونستم اینجا مجله هستش که مثلا پلی بوی و اینا که توش عکس مکس خوشگل داره و حرفا. رفتم چیز این کتاب خونه معروفه چی اسمش همه جا هست کدوم چپترز رفتم چپترز. بعد یه دختره اومد جلو و گفتم که I'm looking for super magazine. دختره گفت what؟ گفتم مگزین سوپر چون تو ایران به چیز میگن فیلم سوپر دیگه. بعد گفتش که دختره گفتش که I don't know what that is. گفتم که بعد گفت چیه؟ گفتم اینو naked ladies boobies. بعد یه دختر زد زیر خنده گفت اوه نمیفروشیم اینجا رو. من اینجا بودم why not؟ همه جا کتابه چرا بهترین کتابو نمیفروشین؟ بعد گفت نمیشه. گفتم کجا بخرم؟ گفت من نمیدونم. گفتم ای بابا رفتیم بزرگترین کتابخونه گفتیم میایم کانادا میرسیم به مجله بدبختی شد. بعد فهمیدم که این مغازه چینی کوچولوها میفروشن دیگه میرفتم میخریدم. بعد حالا اینا واسه گفتم بعد بگم دیگه اینا رو کجا میذارم؟ یه دونه جا خریدم که توش مجلاتو میتونی بچینی مثلا خوشگل نشونشون میده. بعد اینا خریدم گذاشتم بغل شومینه. بعد اینا رو میچینم روش. بعد مامانم اومده میگه سوهل چرا اینقدر عکس مجله لختی گذاشتی تو خونه؟ میگم خب کجا بذارم؟ اون جا مجلگیه من مجله رو گرفتم خب میاد میذارم اونجا دیگه. بعد میگه وا خب زشته. میگم برای کی؟ میگه مهمون میاد. میگم خب بهشون بگو ور ندارن نگاه کنن. بعد خلاصه هر کی میاد خونه من چند مامانم میپرسیم میگه ببخشید این داستان اینا چیه؟ میگه سوال دیوانه است دیگه چیکار کنم؟ میگه مجله گرفتم ببینم جای مجله است دیگه کجا بذارمش. واقعا این منطق منو کشته قشنگ. امروز ما می‌خوایم در مورد اتفاقا یه بحثی که هیچ ربطی به این داستان نداره صحبت بکنیم، در مورد این سوال دیگه که بچه‌ها از ما کردن در مورد فرق زندگی کانادا و آمریکا. این سوالی که خیلی زیاد میشه، چه به عنوان بچه‌ای که داره دانشجویی میاد، چه به عنوان کسی که اقامت میکنه و از همه لحاظ از فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی. خب من و سهیل جفتمونم تجربه زیاد داریم از اینکه هم تو آمریکا بودیم هم توی کانادا. حالا من فکر می‌کنم بتونیم یه سری حرفایی بزنیم که کمک کنه حالا توی تصمیم گیری شما. تو الان یه بچه جوونی اگه توی ایران به تو مسیج بزنه کجا برم؟ این چیه؟ این جوابتون رو گرفتین. خیالت راحت پرچم آمریکا رو گنده گذاشت. اینم آخر این اپیزود. خیلی خوش اومدین. صحبت ادامه‌ای هستش بعدا ما حرف بزنیم. آقا هر کی نتونست بره آمریکا اومده کانادا. عاشقتم. میگه راحت و قاطع میگی. یعنی هر کی گفت ما دلیل داریم. البته یه نفر رو میشناسم تا امروز نمیفهمم چرا. یعنی هر دفعه میبینم میگم واقعا دهن ما بابات سرویس. اومدن آمریکا
بعد از آمریکا پیاده اومدن کانادا چون رفیقشون کانادا بوده. یعنی مهاجرت کردن به کانادا، یعنی زمینی غیر قانونی میخواستن بیان نورت امریکا. خب از آلمان بالا میشن میرسن خودشونو به آمریکا دیگه، اونجا میتونن پرنده شن دیگه. بعد از اونجا میان غیر قانونی فرار میکنن میان تو کانادا. من باور نمیکنم مثلا همچین چیزی یعنی غیر قابل تصوره. آره اینو شنیدم. یعنی گفتم دیگه واقعا تو حقت کانادا باشی، یعنی تو بعد کانادا باشی، جمعیت کانادا باید باشی 4 تو خانواده. قبل از اینکه حالا توضیح بدیم چرا آمریکا بهتره در همه عرصه‌های مختلف، کلا اولین چیز هوا. تو ادامه بده سوالتو چون هوا اینقدر مهمه مثلا دیگه. خب نه خب همین این تو تصمیم گیری. خب یه آدمی مثلا میگه از آقا یه بچه جوونی میخواد الان بیاد با تو میگه، یا میگه اونی که نتونست بره آمریکا مجبور بیاد کانادا. حالا بگیم یه کسی آپشنشو داره برای جفتش، برو آمریکا. درس میخوای بخونی آمریکا راحت‌تر میتونی، کار میخوای بکنی آمریکا بیشتر میتونی کار کنی، درس خوندی آمریکا بهتر میتونی از تحصیلت کار پیدا کنی، پولشون قوی تره. اگه بخوای جای سرد باشی میتونی بری سیاتل، جای بارونی بخوای بری میری فلان، اگه جای بادی بخوای میری فلان، جای نمیدونم اقیانوسی بخوای میری فلان، جای ویوی بخوای میری فلان، جای صحرایی بخوای میری فلان، جایی که همیشه آفتاب باشه بتونی تلویزیون بذاری بیرونت بدون سقف هست. کانادا نداری، یه تیکه مرز 80% کانادا ریختن اونجا. اون اگه آمریکا 3 کیلومتر بیشتر میگرفت جمعیت کانادا مثلا بود 9 میلیون به جای 33 میلیون. راست میگه واقعا همه کل جمعیت کانادا روی مرز آره چون آمریکا. آمریکا گفت اینو دیگه نمیخوام. بعد این هواش خب خیلی مهمه که اینقدر خفن هواش. بعد از اون ور واقعا از نظر موقعیت، از اینکه جابجایی همه جوره به نظر من ادوانس‌تره. مثلا تو از این ور کانادا میخوای بریم و از ونکوور میخوای بری تورنتو و بلیطت هست مثلا $700. بعد تو آمریکا همین مسیر رو میخوای بری مثلا $37. میدونی نه مثلا 200 هم بود هنوز خیلی بهتر بود. ولی بعد مثلا میگی تو $37 چطوری میشه؟ آره هست. میخوای غذا بخوری اینجا ساعت 12 شب میری بیرون 2 تا رستوران بازه، تو آمریکا 20 تا رستوران بازه. و غذام خودش چقدر گرونتر. خود این بحثی که من قول آمریکا واقعا مثلا 1/3 قیمت اینجاست. ارزونتره، بزرگتره غذاش. اینش خیلی جالبه. مثلا میگه ساجوخه قیمت کمتر پول میدی بزرگتر هم در میاد از اینجا. یعنی من و النا تقریبا همیشه تو آمریکا یه دونه غذا میخوریم. ولی بیا خب در مورد چند چیزای خوب کانادا حرف بزنیم. مثلا یه چیزایی همین بحث هلت کیر و ولفیرش از لحاظ کمک‌های اجتماعی که میکنن. خب اینجا من یه بحثی همیشه موافقت میکردم، الان کاملا مخالفت میکنم. این بحث کاملا رامی میبره اگر راجع به آدمایی صحبت بکنیم که پول ندارن. آره کسی که پول نداره میره دکتر میگه دکتر من پول ندارم، دکتر میگه بیا من عجله خوبت میکنم. عالی، خیلی سیستم قویه. توی آمریکا کسی که پول داره بیمه میگیره. بیمه‌ای که میگیره بهتر از بیمه دولت کانادا رفتار میکنه. رو چه حسابی؟ دولت مثلا کانادا میگه برو 3 ماه دیگه وقت عملته، تو اینجا مثلا تو آمریکا امکان داره بری به 30 تا دکتر میگی، یکی امکان داره تو یه ماه بتونه عمل کنه. خب پول هم بیشتر بگیره بیمت میده. بعد مثلا میگم بیمه کانادا دندون رو کاور نمیکنه، ولی بیمه که تو میری بیمه سلامتی میگیری دندون رو کاور میکنه. بیمه کانادا کایروپرکتر و ماساژور رو کاور نمیکنه، ولی بیمه آمریکا اونا رو هم میکنه. واسه همین تو قیمتش میدونی چون من نمیدونم چون آمریکا چقدر قیمت ببین قیمتش عددشو نمیدونم، ولی معمولا چیزی که از مردم شنیدم بین 100-200 شروع میشه تا مثلا 800-900 ماهی دیگه. ماهی بستگی داره به کار یارو. خیلی از کارشون میگیرن، یا مثلا $70 اضافه میدن، اکستندد میگیرن که ماساژینای توش بیاد و خیلی داستانه. من یه رفیق دارم که ازش داشتم میپرسیدم، گفت من کاری که میکنم با یه دکتر ریخته رو هم، دکتر به این الکی هی رسید میده تا $10,000 اول خرج زندگی تو اگه بیمه باشه بیمه نمیده. یعنی تا $10,000 خودت باید خرج کنی. کاری که میکنه هر دفعه میره اونجا ماساژ میگیره، ماساژ $300 هم که نمیره، هفته 3 بار براش میزنه، میشه $900. ظرف 3 ماه $10,000 پر میکنه. $10,000 که پر میشه، این از ماه سوم که مثلا میشه ژانویه فوریه مارچ، از ماه مارچ تا آخر دسامبر دیگه میتونه مجانی بره دکتر، هر چی بره دیگه بیمه پولش میده 100%. بعد خودش میگه من سیستم پیدا کردم یه قرون خرج نمیکنم، اون یارو دکتر الکی رسید میزنه، پولی هم نمیگیره، ولی الکی به بیمه میگه دارم پول میگیرم.
چرا؟ چون تو 9 ماه آینده الکی رسید میزنه ولی بیمه پولشو میده. پس اون دکتر پولشو تو 9 ماه آینده در میاره. اینم که دیگه فری شده، همه چیز واسش دنیا واسش مهم نیست، همه کارشو میکنه مجانی، 1 قرون هم در سال پول نمیده. یعنی از بیمه ما هم ارزون تر واسش داره در میاد. ولی حتی اگه گیم نکنه سیستم و پولم اگه میداد میگفتی ولی باز بیشتر میصرفه یا بستگی داره اونم. خب ببین من خودم که الان 41 سالمه 1 بار دکتر نرفتم، پس من اگه بیمه داشتم نداشتم واسه من نوعی فرق نداشت. ولی خب از اون ور مادر بزرگ من اینجا عمل کرده زانوشو فلان که مثلا $60,000 تو آمریکا اگه بخوای بکنی اینجا مجانی کرده. آره چون جوکی تو آمریکا هستش اینه که تو مثلا یه جا بشکنه دیگه بهتره مثلا اعلام ورشکستگی بکنی. آره ولی میگم اگه بیمه داشته باشی خب نه واسط مهم نیست. تای خرجت اگه دزدی هم نکنی باهوش نباشی $10,000 واسط آب میخوره. تو $10,000 در سال خرج میکنی میشه ما $1,000 ولی دیگه همه چی داری. ولی خب خیلی تو از این منو حساب کن به آدمایی که دارن مثلا کار معمولی میکنن حقوق خیلی بالایی دارن بخون ماهی $1,000 پول بیمه بدن خیلیه. خب اونا که واسه شون اوباما کر و اینا هستش من $50 میدن اونا میرن توش. شیدم خیلی هم خوبه به حتی توریستان میدن که خیلی از خارج اومدن دارن میرن اونجا عمل میکنن. ولی بچه‌ای که آمریکا هستن در مورد اطلاعات بیشتر دارن اونا بنویسن. من چون خیلی وارد نیستم توی اینجوری نیست که مثلا مردم موندن گشنه و بکشه. آره یارو مثلا در به داغون زندگیشو همه موهاشو اشتباه انجام داده، بعد مثلا تو سال 37 دیگه هم مس مثلا میره تو دیوار با ماشین، بعد آره بلند میشه تو بیمارستان میگن $100,000 بدهکاری بیمه هم نداری. و یه آدمی که آدم حسابی صبح میره سر کار میاد پولش رو جمع میکنه بیمهشو گرفته سر وقت 17 سال با بیمه سابقه داره نداره مثلا $300-400 پول میده در ماه همش هم داره میره جلو. من بیشتر دارم نقش دوز ادوکیت بازی میکنم که از اون ور بحثم یه ذره دو تا تعریف از کانادا بکنیم مثلا چون مگه من تو رو ول کنم فقط فوش میدم. نه من خیلی دوست داشتم کانادا رو. بعد توی سال هر چی رفتیم جلوتر دارم میبینم خدایی خبری نیست کانادا. آره میفهمم ایران مقایسه کنیم مثل فرق جهنم و بهشته. خب من سالها اون بود که منو فایر میکرد، اون بود که منو فیول میکرد. بودم مقایسه کن الان این اینجوریه من اینجوری ام، کن الان اون اینجوری بود ایران بودم الان من اینجوری شدم چون اینجا بودم. اون من میگم ولی الان که دیگه من ایران اصلا یادم نمیاد بیشتر سنم و اینجا بودم و دیگه میتونی بگی من الان مغزم اینجایی شده. وقتی الان پوزیشن خودم رو اینجا مقایسه میکنم با اگه تو آمریکا بودم، خب میگم آقا من تو آمریکا بودم هر روز میرفتم بیرون لذت هوا رو میبردم، صدای پرنده ها رو میشنیدم، میخوره خاک رو میکندی، یه آبی به گلاد میدادی، میری توی آب یه شنایی میکنی. میدونی اینجا انگار تو جنگی نمیری. اگه مثلا روز خوب چیه روزی که نرفتم بله امروز روز خوبی بود. من اینکه بزرگترین مشکلام با کانادا همیشه هم گفتم توی پادکست خودم برای من بحث فرهنگ مهمه. یعنی بحث موسیقی زنده، بحث کلاب، بحث بار، گالری، موزه، نمیدونم غذا بحثش، چون غذا خب واقعا از غذا خوبن. یعنی اینجا تنوع غذایی که تو ونکوور، تورنتو، مونتریال هست، حتی شهرهای گنده خیلی خیلی خوبه. خیلی خوبه. چون انقدر آدمایی از جاهای مختلف کره زمین به اینجا مهاجرت کردن و اون فرهنگ غذای خودشون که آوردن اونش واقعا که جذاب ترین چیزاست. یعنی میتونم راحت بگم یعنی غذایی که تو ونکوور میگیری مثلا خیلی بهتر از سیاتل. این راحت میگم. یعنی واقعا تنوعی مثلا سوشی و ویتنامی و ایرانی و عرب و چیزایی که اینجا میتونی. تورنتو خیلی هم بیشتره. تورنتو که بی‌نظیره واقعا از لحاظ غذایی. ولی این نبودن این فرهنگ یه چیزی که برای من آدمی که خیلی دوست دارم برم بیرون با آدم معاشرت کنم، دوست دارم برم سر کوچه توی یه باری که بارتندر اسمم بشناسه و میدونی با هم بتونیم یه جایی بشینم و چیرز دوستان دقیقاً مثل چیرز بشینیم هم دیگه رو بشناسیم. که چون تو نیویورک همچین زندگی داشتم دیگه میشه همه یه بارای خاص خودمون رو داشتیم، همه میرفتیم هنگات همه اسم هم دیگه رو میشناختیم و یه حس خانواده و کامیونیتی میداد که اون خیلی شیرینه و هیچ وقت اینو تو کانادا ما هیچ جا لمس نکردم. یعنی یکی این که آدما خیلی منزوی‌ترن و تو دنیای خودشون بیشتر بخاطر حالا آب و هواست، بخاطر هر دلیلیه آدما به اون اندازه آدمایی که توی آمریکا هستن ارتباط با هم دیگه برقرار نمیکنن. باز تورنتو که مثلا بهترینشه، تورنتو هم تا این مدتی تو اگه نبودی تو دل فرهنگ یا اکیپ هیچ وقت تو نمی‌تونی راه پیدا کنی اون تو. یعنی مثلا بچه باحال خوشگلایی که مثلا توی وست فلان جا هنگات میکردن تو اگه می‌خواستی بری با اونها هنگات کنی مثلا تحویلت نمیگرفتن. یعنی خیلی اکسکلوسیو بود. این حالتی که همه برگیر باشه و نداره به نظر به اون صورت. و مگه اینکه میگم باز از بچگی تو اینجا توی این فرهنگ یه خاص یه جایی بودی که میتونی بزرگ بشی. ولی تو آمریکا هیچ گوهی حالیت نباشه اینجا بین تو رو ولت کنن تو نیویورک، واقعا بعد 2 هفته میتونی یه اکیپ پیدا کنی.
این اصلا تو کانادا اصلا نمیشه همچین. حالا همه شهرهای آمریکا لزوما اینجوری نیست، ولی اون شهر بزرگتراشو اینا آقا جالبی آمریکا اینه انگار خودش یه کره زمین جداست. این چیزی که من تازگی‌ها دارم بهش میرسم. یعنی مثلا قبلا برام خیلی عجیب بود که چرا یه آمریکایی نمیدونه مثلا آرژانتین کجاست، چرا نمیدونه مثلا استرالیا کجاست. بعدا دیدم خب آقا لازم نداره بدونه. ما پاریس برای چه میرم پاریس تگزاس، تو تگزاس شهر هست. یا میرم وگاس پاریس. یعنی دو تا آپشن هم داره، جفتش هم از پاریس بهتر. ولی حالت دروغ میگم، پاریس خدای خیلی جای باحالی. آمریکا انقدر بزرگه، انقدر شروور داره خودش بری ببینی. یعنی تو مثلا میتونی سالها تو آمریکا مسافرت کنی و هنوز مثلا نصفش هم ندیدی. تو خود نیویورک، تو میشه کل زندگی تو نیویورک زندگی. من 7-8 سال اونجا بودم و تمام رستوران‌ها و نایت لایف و بارها و کلوبا رو نتونیم امتحان کنیم، انقدر زیاده. مکچ میدونم عددشو 23000 تا رستوران داره. نه بابا، چون من دفعه واسم سوال بود که کجای دنیا چجوری چه خبره. اگه اشتباه نگم پاریس، یعنی پاریس نمبر 2 نیویورک نمبر 1 یا برعکس. یکیشون 23000 تا داره، یکیشون 17000 تا که مثلا بیشتر خیلیه. مثلا اگه تو چند تا بری 1000 تا بری تو دیوونه 1000 تا رستوران بودی. اگه 3 سال هر روز یه دونه بری میشه 1000 تا. آره و میگم دیگه برای همین، چون از لحاظ اقتصادی یه بحثی که مهمه که شما به عنوان آقای دکتر این بحث که میتونید بیشتر کمک کنید. حالا میتونیم از غذا شروع کنیم و بعد به بیزنس‌های دیگه و تکس‌ها و این چیزا برسیم. توی کانادا مثلا ببین یه چیزی که باعث میشه که فرهنگ پیشرفت کنه بیزنس‌های لوکاله. به خصوص حتی تو غذا مثلا من خب میدونی اون لوکال مام اند پاپا به قول معروف مثلا فاز غذا ایرانی خونگی خودشو مثلا میره در تعریف میکنه. ولی بیشتر آدمایی که میرن اینجا بیزنس کنن میگن من یه سابوی یا مکدونالد یا ای ان دبلیو بزنم بیشتر پول دارم میارم، دیوونم برم مثلا کون خودم پر کنم یه غذای مادر بزرگمو سعی کنم من که آدم پولداری باشی و یه پلن خفن و سرمایه‌گذاری خفن شو بتونی همچین چیزی پیاده کنی. بیشتر آدما سعی میکنن برن دنبال چیزی که مطمئنن که توش پول دارن و تو یه دونه فرانچایز که با بری نوبت هم بگی خود میدونی که بخوای فرانچایز مکدونالد یا ای ان دبلیو فلان بگیری مکدونالد که تقریبا غیر ممکنه. همین خیلی سخته و بعد فقط رایتش مثلا 1 میلیون خورده دلار نمیشه. 1 میلیون سال 2000 بود. 2000 بود. هولی شیت. الان مطمئن باش 2 میلیون. آره. بعد سال 2000 من یادمه چون رفتیم می‌خواستیم بگیریم میگفت باید 1 میلیون توی اکانت باشه که 1 سال دست نخورده. میگفت یه میلیون نباید جور کرده باشی. میگم پول نه باید باشه اولا. بعد باید توی رستوران کار کرده باشی چندین سال. اگه ترجمه نشه باشه اصلا دور نگاه نمیکنن چیزی. این تو خود رستوران مکدونالد یا هر جا، یعنی باید توی رستوران کار کرده باشی که تجربه رستوران داشته باشی. بعد خودت هم فول تایم باید تو رستوران کار کنی. من خلاص این میگم به فرهنگ. خب آدم میگه خب من میرم اون انتخاب کنم. بعد تو وقتی همه جا فقط بشه سری رستوران کورپوریت و اینا خب تاثیر میذاره. از لحاظ اقتصادی میگم تو این بحث توی کانادا خیلی بیزنس‌ها بیشتر دوستای من که رستوران زدن یا کافه زدن شکست خوردن. من فقط البته به کانادا رفتم، همه جای دنیا اصلا بیزنس سختیه رستوران و کافه، ولی کلا از لحاظ پول در آوردن تو کانادا، چون کانادا تنها بیشترین چیزی که توش پول هست تو ملکه، تو ریل استیت. یعنی همه میگن یعنی کانادا اقتصادش یک حباب گنده ملک و املاک و این چیزاست. به غیر از مثلا بساز بندازی تو کانادا، یعنی اون بیشترین راحت ترین راه پول داره. همه ریلتورها عکساشون همه جا یا ایرانیه یا چینیه یا هندیه. کسی هم میخواد بدونه چرا، داستانش اینه که کانادا درو باز گذاشته، میگه اگه پول داری بیا ما بهت خونه میفروشیم. بعد همه دنیا هر کی خلافکاره میخواد پولشو بشوره میفرسته کانادا خونه میخره. بعد چون همه دارن خونه میخرن قیمت خونه ها میره بالا. و خیلی وقتا خونه هم خالی ان، یعنی آپارتمان انقدر داونتاون هستش، یعنی مثلا خود النا میتونه که ساختمونایی که آپارتمان خالی ان یارو خریده و میگه قیمتش خودش میره بالا، اصلا نمیخوام دیل کنم با مستاجر. ولی یه خوبی داره همین موضوع، یعنی وقتی میگه بابل یا حباب معمولا پاپ میکنه. توی کانادا پاپ نمیکنه. چرا؟ چون کسی که خونه داره مثلا پشتش 80 میلیون دلار پوله، بعد میگن خونه‌ات بود تو ونکوور 10 میلیون دلار اومده پایین شده 9 میلیون بفروشیم. میگه نه مگه دیوونه، من زیر 11 نمیفروشم. چون پول داره، پول لازم نیست نمیفروشه. مثلا این وقت نمیشه قیمت مارکت خودش رو نگه می‌داره همیشه. برای همین مثلا کرونا که اومد کسی اینجا خونه نمیفروخت، همه خونه. آره اینایی که اقتصاددانان این چیزا میگن قیمت خونه مثلا این حباب من اصلا بعید، چون اولا که ازدحام جمعیت، کلی مهاجرت جدید و طبقه آدمایی که مهاجرت میکنن اینجا، حتی مثلا اون قشر یه ذره فقیرتر و متوسطتر، همین در یک سخت کارن یا حتی در یک کاندو خیلیشون با در یک کاندو یه پولی میان، با یه مینیمم میان، یه چیزی که دانشجویی میان. ولی مثلا تو اروپا خب خیلیا پناهنده زمینی و اینا خیلی جمعیت بزرگتری هست که از جاهای جنگ زده و اینا میان، ولی توی کانادا اونقدر نیست.
فکر کنم تنها مهاجرتایی که زیادم شد همین هندیا بودن که خیلی زیاد شدش و حتی ایرانیا. ولی خیلی از قشتینا میگم متوسط به بالان دیگه، یعنی بیشتر. درسته. تو چقدر مثلا ایرانی مثلا میشناسی که اومده اینجا با صفر هیچی نداشت، مگه که دانشجو بوده؟ یعنی اون فرق داره اون قشتی که مثلا خیلی کم. آره. ولی بیشتر آدمایی چون برای کوالیفای شدن برای مهاجرت تو کانادا باید یه چیزای مینیممی داشته باشی بالاخره. خیلی هم میخوام بیان دیگه. آره. و این میخوام از تو تاثیر میگم فرق از اقتصادی و از تکس دادن اینا با آمریکا با دوستای خود اگه مقایسه کردی یا تو سفر خود چی و خیلی حس کردی و لمس کردی تو این داستان؟ یعنی می‌خواستی تو الان از صفر می‌خواستی سیو کنی پول و اینا، مثلا چون خودت هم خیلی در مورد موضوعم تو اینکی پادکست هم در موردش حرف می‌زنی، کجا راحت‌تر پول درآوردن و سیو کردن؟ ببین من خودم اگر بخوام فقط خود پرسونالی حرف بزنم، من بیزنس همون که داشتم اگر آمریکا بودم بیزنس من شاید 10 برابر بزرگتر بود. یعنی من اگر ماهی $300,000 در میآوردم اونجا میتونستم ماهی 3 میلیون در بیارم. من همین که فقط بنم یه مرز بود و باید میرفتم و میومدم و به چیزای دیگه دسترسی نداشتم و اینا، دهن منو سرویس کرده بود. واسه همین من نوعی اگه اونجا بودم خیلی بیشتر پول در میآوردم. این برای پول در آوردنه، به دلیل اینکه خب تکنولوژی اونجاست، جمعیت بالاتره، یعنی پولش قوی تره. یعنی مثلا تو اینجا همونقدر باید زحمت بکشی که لیوانو بکنی تو پاچه این نفر واسه $15 که تو آمریکا باید همون لیوانو زحمت بکشی که $15 بدی، ولی $15 آمریکا $20 کاناداست. حالا بعضی خندت بگیره اون موقع که من پول در میآوردم دلار کانادا قوی تر از آمریکا بود. میرفتم $100,000 میذاشتم توی بانک بهم 96 تا کانادایی میداد. من گفتم مادرتو سوی توی 100 سال گذشته 2 سال بالاتر 2 سال و قشنگ تو اوج بیزنس ما باشه. بعد خلاص حالا کاری نداریم شانس دیگه. این از اون. ولی برای تکس من چیزی که از تکس باور دارم، من روز اول که اومدم با همه آدما تقریبا مخالف بودم. طبق معمول که خیلی از نظرم اونوریه. هر کی میگه آره تکس بی خوده و دولت دزده و هر چی میگی بعد تکس بدی و غذا میخری بعد تکس بدی و بعد خودم خب آره ولی به جاش پارک دارین، میدونی آباتون توش پلاستیک نیست، نوشابه نمیبینی، پلاستیک نوشابه نمیبینی تو پارک. سر کوچه ما گلامونو سالی 3 بار عوض میکنن. من باغبون داشتم تو خونم نمیام گلامو عوض کنه، تو اینجا میاد سر کوچه رو میکنه گل جدید میکنن که ما رنگمون عوض شه. خب این سرویس ها رو داری میگیری، خب چرا که نه؟ خب من خوشحالم با این. اولا دوما تو میای واسه خودت یه ستاپی درست میکنی، میگی آقا من $100,000 پول لازم دارم که سروایو کنم. اولا به قولم گوه میخوری عدد در میاری از خودت، چون یه نفر از تو رو به 20 در میاره، یه نفر از تو رو به 200 در میاره. پس تو حرفت خیلی پرسونال شد، این بمونه. دومین چیز، تو اگه $100,000 پول لازم داری معنیش اینه که باید 140 تا پول در بیاری. 40 تا تکس بده، 100 تا بذار جیبت. اونی که 200 میخواد بعد 280 تا در بیاره. اونم که 20 میخواد اصلا تکس نمیده، با 20 زندگیشو میچرخونه یه قرون تکس نمیده. پس تو داری تصمیم میگیری من چقدر میخوام. پس تو اگه امروز داری تصمیم میگیری که من آرزو میره $100,000 به پول برسم، ولی وقتی به $100,000 میرسم فقط 70 تا میاد، خب مادر سگ آرزو بکن 140 تا پول برسی. و روزی که به 140 تا میرسی میگی که 100 تا میاد تو جیبم، 40 تا میاد دولت، هم دارم خیابون باغبونی میشه به خاطر من، هم میگم به پولم رسیدم. پس من نمیفهمم که مردم همه میگن من بذار یه عدد آرزو کنم ولی عدد از اون چیزی که میخوام کمتر باشه که وقتی تکس میده دیگه پولم نره. خب دیوار عکس ببر بالا میبینی، چون تو یه آرزو میکنی چیزی که گفتن همه باید به 100 تا برسیم. تو هر کسی داره یه عددی از خودش در میگه که من اینو میخوام خوشحال باشم. خب آقا عدد تو بیشتر بگو که تکس هم توش باشه. این بحث دوم من روی تکس. آقا همه تکس مشکل دارین، به قول من چرت میگین. سومین چیز، من یه کورس حسابداری برداشتم سال اول دانشگاه. گفتم بذار یاد بگیریم حساب اکانتینگ یعنی چی. یاد گرفتیم اکانت ریسیوبل چیه، اکانت پیبل چیه، چیزی یاد گرفتیم و تکس هم به اون یاد دادن، یه بیسیک. این داستان مال سال 2002 2003. من سال 2002 تا الان تکس ندادم. کمپانی داشتم که 4 میلیون پول درآورده. یعنی یارو و آدیت هم شدم. اینجوری نیست که مثلا گفتم حاضر سی رد شدی. نه، دولت هم اومد دنبالم گفت یعنی چی؟ قشنگ یارو پای دفعه گفت چی فکر میکنی با خودت 4 میلیون درآوردی فکر میکنی باید تکس بدی؟ این احساس میدی خیلی حرفش منطقی بود. گفت چی داری میگی؟ تکس ریفاند ریکوست کردی؟ اکاونتنت گرفتی دیگه؟ نه، خود اکاونتنت ها نمیتونه واسه این کارو بکنه. چون اکاونتنت ها معمولا خنگن. معمولا یعنی 9 از 10 خنگن.
کارش اینه که ماشین حساب تخمی باشه. یعنی فکر کن یه نفر رفته تمام زندگیش درس خونده که ماشین حساب باشه، بعدش هم بلد نیست، دو تا بهش میگه، بعضی موقع میگه 4.5، بعضی موقع میگه 5. این حساب داره. خب مثلا این چیزی که من میبینم، یا تو معمولا داستان میشنوی که آره حسابدارم اشتباه کرد، این پول رفت تو پاچم، یا اینو اشتباه گفته و فلان. برای خود منم همین حسابدارم یه اشتباه کرده بود. مثلا یادم میگفتش که تو اینو نمیتونی پس بگیری چون گفته بودی رستوران میری، ولی بیزنس تو به رستوران ربطی نداره. گفتم آقا حسابدار ما کلید کرده بود، بیا بگو رستوران، مثلا قبول بیا. ولی به غیر از اون چیزای کوچولو و اینجوری من تا حالا $1 تکس ندادم، چون همیشه هر وقت بیزنسی درست میکنم همیشه دارم فکر میکنم چیکار کنم که نه نباید قانونا تکس ندم. و تو وقتی قانونا رو بلد باشی و ستابتو درست بکنی نباید تکس بدی. منم میگم 24 سال من تکس ندادم. ولی از این طرف دیگه داشتی میگفتی که آدم با تکسشو، اون پولی که میخواد در بیاره با تکس در نظر بگیره. یعنی یه ذره چیز نیستین؟ آخه اگه کارمند باشی آپشن من نداری. بیزنس اونر بودن فرق داره. بیزنس اونر یه نفره، بیزنس امپلوی یه نفره. اگه تو امپلوی باشی آپشن نداری. اونی که داره گوش میکنه میگه آقا نامردی، تو بیزنس اونر چرا تکس میدی؟ من بیزنس امپلوی با تکس بدم. دنیا نامردیه. هیچ کسی قرار دنیا فره. پوتین میخواد بیاد بیرون تمام خیابونا رو میبنده که ترافیک نبینه. فکر کن یه نفر تو زندگیش ترافیک ندیده. اونم آنفره، ولی خوشو کی میخواست پوتین نباشه. ولی آره دیگه توی این سفری که من همش تو آمریکا مثلا یه چیزایش آره شاید کثیف‌تر باشه، یه سری چیزای تو، ولی مثلا کانادا چیزایش خیلی تمیزتر و مثلا امنیت شد بهتر باشه. اونم زره، اونم جمعیتمون کمه. آره 300 میلیون بریز اینجا ببین اینجا چه کثافتی میشه. الان از سقفمون میمون آویزون. آره ولی فعلا چیزی که هستش دیگه. ولی ته خطش میگم من با خودم هر چقدر بالا پایین میکنم آمریکا خوشحال‌ترم. یعنی از لحاظ کار برام امکانات بیشتر، از لحاظ رفاقت‌ها و دوستی‌ها، سر آفتاب و هوا مردمم کلا خوشحال‌ترن. یعنی تو وقتی بیرون یکی می‌بینی یارو بهت میگه های گرم بهت میگه، اینجا یه های میگه زنده ای؟ نمردی هنوز؟ زنده ای؟ من هم زنده. اونجا داره چه روزیه. می‌دونی این فرقو توی وایب آدما می‌بینی. تو خیابون که داری می‌بینی این وایبه که بینتون کوانتوم فیزیکی داره میره. ولی این خودش بس جالبه دیگه. میگم الان آدما دیگه بیشتر توی کانادا اینو خیلی بیشتر که دیگه تو خونه خودشونن. کسی نه تو آمریکا، باز تو استرالیا این خیلی خوبه. مثلا اونجا میگن هوا آفتابیه. من به استرالیا به هر کی زنگ میزنم گفت بریم بیچ امروز، بریم شنو کنیم، بریم نمیدونم کافه، همه پایه بودن. یارو کارو ول میگم میومد. ولی تو مثلا تو کانادا زنگ میزنی یارو میگه بذار تقویمم نگاه کنم اول. 3 هفته دیگه میتونم 11 صبح تا 11:30 یه کافه. آره این چه مسخره بازی. انقدر هرسم میگیره سر این موضوع. میگه تو صبح تا شب تو خونم دیگه، اون کل زندگی. یعنی چی میخوای 3 هفته دیگه من وقت بدی؟ به یکی گفتم مثلا بریم بیرون، میگه حال ندارم و فلان. میگم این خیلی آدمو منزوی میکنه کانادا. من آره به یکی گفتم آقا کی همگر ببینیم مثلا ماه اکتبر بود، گفت من نوامبر 7 میتونم. گفتم پس بهت خبر میدم. گوشی قطع کردم، تلفنشو پاک کردم. جون تو دیگه دون تا آخر من زنده من تلفنش ندارم. گفتم دیوونه است یارو. خب تاثیر میذاره بالاخره. میدونی من به نظرم آدم برای سلامت مغز خودش تو چیز نیاز داره. یه سری ممکنه براش طبیعت باشه، پیشروی، و برای سری آدما آدم. ولی میگم دیگه تو اون انتخاب اگر آپشنش هست، به قول سوال که همیشه آمریکا رو انتخاب کنین. اون اگر آپشنش هست، اگه نیستش که همینجا باید. آره اینجا واقعا دومین بهترین جای دنیاست، بذار اینجوری بگم. آره ولی هنوز اول نیست دیگه. میدونی همه آرزوشون اول باشن و اولم میگم خیلی اوله. یعنی مثلا نمیدونم اصلا واقعا همه چیش بهتره. اصلا همه چیش مک سنس میکنه. کانادا مک سنس نمیکنه. کانادا مثلا میری میخوای سوار یه تلکابین شی بری بالای کوه تو تابستون، میگی چنده؟ میگی $180. بعد میگی چرا کسی به اون میده اون بالا؟ بعد میگه نه کانادا داره بیفتی، درم نداره. میگه خب واسه چی پس؟ بعد تو آمریکا میگی چنده؟ میگه $11. اما مجانی. من جایی که بودم مجانی بود اصلا. همین میگم بگه مجانی شو همین یه عدد نیستش که دیوونه بشی. میگی $11. ما بریم کم کم. میگم این بحث میتونه ادامه داشته باشه، شاید همه تیکا رو کاور نکرده باشه. اوکی یه سوال من میپرسم قضیه بریم. یه دلیل بگو. هر کاراکتری هم تو مغز هست، یارو سرطان داره، یارو جینیه، من نمیدونم، یه شخصیت تو مغزت اختراع کن، بگو چرا اون آدم، یه دلیل بگو بهتره بره بیاد کانادا تا بره آمریکا. چرا باید سرطان داشته باشه؟ تو میگی دکتره. نه مثلا میگی چون دکتره بهتره بیاد کاناداست. من نگم نه، من راجع به ماموریا میگم، دکتر نه، هر چی بگو، خلبان بگو، دوز بگو، نمیدونم دراگ دیلر، هر چی تو بگو، این کاراکتر به یه دلیلم فقط نمیخواد بیشتر بگی، بهتره که بیاد کانادا تا آمریکا.
من نمیتونم این جمله رو تموم کنم. من میگم شاید فقط برای کسایی که بچه دارن و یه جای خیلی سیف معمولی بورینگ. والا ما بعد دوستامون که اونجا بچه دارن همشون ننی دارن، مدرسه میرن که براشون نمیدونم مثلا آدمایی که ما تو یوتیوب نگاه میکنیم میاد براشون حرف میزنه. هاپو اومد. سلام علیکم. آدمایی که چطوری آدمایی که میاد های چیکو اینجا ببینم های چیکو how are you اینجا ببینم how نگاش کن. سلام. هیچ کی بغل از باباش با من نمیتونه بغلش کنه. درست میگم؟ چطوری خوبی؟ آخ باباش میگه بله. آخش خری تو. اوکی بیا بالا. چی؟ آره. نه ظاهرا نه. بیا پایین. بیا اینجا ببینم. خب یه دلیل میتونی بگی برای خانواده؟ نه من میگم خانواده، من اونجا دیدم یه جوری به بچه‌هاشون میرسن. چرا؟ چون ننی میخوای 100 تا ننی هست. معلم چینی میخواستم. توی کانال دیگه فکر می‌کنم معلم چینی بتونی پیدا کنی دیگه. آقا یکی با بچه‌ها حرف بزنه، فقط نمیخوام مثلا بشی باشه شکسپیر چینی دستی. بیا بهش بگو توپو زدیم بالا بیار با هم آب بخوریم. که این یاد بگیره توپ آب به چینی میشه. نه همچین کسی نبود. یه یارو هایر کردم ساعتی $60 بهش میدادن. داشت پی اچ دی چی میگرفت از چین، اومده بود اینجا درس بخونه، آن د ساید میومد به بچه ما چینی درس میداد. البته اینو فکر کنم اسپانیشه بود ولی حالا فرق نداره، یکم معلومه زبونش منظورمه. نمیدونم، شما بچه‌ها میپرسیم دیگه، شما هم ببینید که یه دلایلی که کانادا. آره شما بگین بهمون، این سوال من شما جواب بدین. من مغزم دیگه نمیکشه، میخوام برم غذا بخورم، گشنمه. بله منم خواهم گل بزنم تو بازی. آقا خیلی حال کردم دیدمت سوهل. همینطور. بازم هم دیگه ببینیم و هنگ اوت کنیم و کلی حال کنیم. تا سال 2025 هم یاد ببریم. چک. So